برای شما هم پیش اومده وقتی بخواین یه تصمیمی توی زندگیتون بگیرید همش دلهوره اینو دارید اصلا میتونم اینو انجام بدم، اصلا این میشه، اگه اون نتیجه‌ای که میخواستم و نگرفتم چیکار کنم؟ قطعا همه ماها توی مسیری که توی زندگیمون هستیم یه همچین تصمیمایی میاد و بهترین راهکارش اینه که شما آگاهیتون رو نسبت به اون مسئله بالا ببرید که بتونید بهترین تصمیم رو بگیرید. سلام، من لادن هستم از بریزبین استرالیا که امروز قرار راجع به نگرانی ها و دلواپسی های که داریم و داشتیم توی این بیزینس صحبت کنیم، البته در کنار همکارای نازنینم. و اینکه خب از خودم شروع کنم که نگرانی من چی بود. من حقیقتش وقتی که پسرم به دنیا اومد خب دچار خیلی مشکلات روحی و جسمی بدی شده بودم و برای اینکه بعد 1 سال که اون رو یکم بهتر کنم رفتم ایران رو یه خورده ببینم حال و هوام عوض میشه یا نه. ولی خب از اونجایی که همه ماها میدونیم مشکلات اقتصادی خیلی زیاده و سیوینگ و این چیزا هم مخصوصا توی کشورهای خارج خیلی سخته، وقتی برگشتم خب اون سیوینگ و اون همه چیزایی که جمع جور کرده بودیم یه خورده به هم خورده بود و تو اون زمان بود که من با این موقعیت آشنا شدم و خیلی دودل بودم. گفتم خب بالاخره این بیزینس یه چیزیه که ما یه سرمایه‌گذاری باید انجام میدادیم. گفتم خب حالا اگه این پولو من بذارم و اون نتیجه‌ای رو که میخوام نداشته باشه چی؟ من این کار رو انجام بدم. خیلی استرس داشتم، خیلی نگران بودم از اینکه نتیجه چی میشه، اما اومدم یه ریسک کردم، یه فرصت به خودم دادم و خیلی خوشحالم الان تو این نقطه‌ای هستم که این فرصت رو دادم و نتیجهش خیلی بهتر و شگفت انگیزتر از چیزی بود که حتی فکرشو میکردم. و الان ما اینجاییم که یکی یکی بگیم که نگرانی هامون چی بوده و چطور تونستیم اون رو حل کنیم. خوشحال میشم کنار ما باشید. معصومه جون، دوستم از شما شروع کنم. سلام به همه شما دوستای عزیز، به تمام فالوورای عزیزی که ما رو از این صفحه الان لایو میبینن یا اینکه بعداً ریپلای ما رو میبینن. امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب و خوش باشه. بله لادن جون، چرا که نه، یعنی همه ما، خودم شخصا همینطور که میخواستم قبل از اینکه وارد این کار بشم، یعنی حقیقت رو بگم، خودم همین استرسا، همین شکا و چه کار کنم، میشه نمیشه، با 2 بچه کوچیک که تو خونه دارم، با اون کاری که من این همه اکسپریانس دارم، کار آرایشگریمو منظورم که اونو چی کار کنم، اگه این کار برم پس من دوست داشتم تو کار آرایشگریم بعد از چند وقتی برگردم. اینا همه بود که تو فکر من مشغول بود. ولی خب با وجود این که من تجربه هیچ آنلاین بیزنسی نداشتم، هیچ کاری اصلا هیچ اطلاعاتی نداشتم، حقیقتا یه چیزی هست که تو دل همه ما بود، تو دل من همجوری بود. مثلا بعد از این که من این دورا رو، این فکرها و این چیزا بود، ولی خیلی واقعا ته دلم دوست داشتم که وارد این کار بشم و یه جورای خودم رو تو این چالش قرار بدم. یعنی از این که کنار بچه‌ها تا زمانی که بچه‌ها بزرگ میشن چقدر زمان میبره تو کار آرایشگری برگردم، اینا حقیقتا اینو دوست نداشتم. یه مادر خانه‌دار همراه با 2 بچه، فقط همین رو دوست نداشتم. آره، همین تصمیم گرفتم، به قول معروف دل به دریا زدم و وارد این کار آنلاین بیزنس شدم که خدا رو شکر همه چیزاش وقتی که اون سوالایی که برای من پیش می اومد، اون ترس و نگرانیایی که باور میکن بعضی موقع تو فکرش بودم، حتی شبا نمیتونستم، وقتی تو فکر بودم خوابم نمیبرد که چیکار کنم چیکار نکنم، ولی دل به دریا زدم و وارد شدم و خدا رو شکر اونجوری که اطلاعاتی که گرفتم از دوستی که منو این وارد این کار راهنمایی کرد، واقعا همه چیزش همین جور که میگفت، از اون چیزی هم که میگفت بهترتر بود. یعنی که اونجوری نبود که من بعد از این که مراحلایی که اول و دوم و سوم انجام بدم همجوری رها شده باشم. دیدم که خدا رو شکر کنارم کوچ هست، منتور هست، بقیه دوستا هست، گروپا هست، این زوما هست، همه اینا همین جوری یعنی منو تو این کار واقعا هدایت کرد و جور دارم به خوبی دارم پیش میرم. خیلی عالی بود برای من تو این چند وقتی که از زمان که شروع کردم تا حالا، از زمان الان که به گذشته، از زمانی که استارت نگاه میکردم، میگم چه ترسای الکی داشتم، واقعا بی خود بودش. حالا نمیدونم هر کسی ولی من بیشتر به خاطر بچه هام بود، واقعا حقیقتا به خاطر بچه ها بود. نمیخواستم کار بیرون برم، نمیخواستم بچه ها رو تو این سن کوچیک تنها بذارم یا مثلا چالکر لانگ دی بذارم. اینا دوست داشتم این
سن کوچیکشون همراهشون باشم و در کنار اون خودم هم یه جورای دیگه مشغول باشم که خدا رو شکر همه چیز درست شد. یعنی خواستم قدم برداشتم که خدا رو شکر الان میبینم نتیجهشو. حالا نمیدونم بقیه دوستان نتیجه فکرشون چجوریه، هر کس 100% یه راههای مختلف تو زندگیشون یه برنامه‌ای دارن. حالا نمیدونم اگه دوست داشته باشین نسرین جان میخوان ادامه بدن. نسرین جان چه تجربه‌ای دارن؟ بله حتما. سلام، من نسرین هستم. خیلی صحبت جالبی کردی، به خاطر اینکه من هم مثل تو یه مادرم، یه دختر 4 ساله دارم و خب بعد از بارداریم دیگه نتونستم کار قبلی خودم رو ادامه بدم و توی خونه بودم و از طرفی هم به خاطر اینکه بچه دار شده بودیم خب هزینه ها خیلی بیشتر شده بود و با درآمد یک نفر یه خورده‌ای خب سخت بود. همینجوری از سیوی که حسابمون داشت کم میشد تا اینکه با این بیزنس آشنا شدم و تمام نگرانی من در اولش این بودش که اصلا من آیا تایم دارم که الان اینو انجام بدم با همه این چیزایی که شنیده بودم آنلاینه. نمیدونم، خب آدم یه چیزی رو که تا حالا واردش نشده یه خورده ترس داره، یه خورده نگرانه و من هم جزو اون افرادی بودم که خیلی نگران بودم. ولی از وقتی که اومدم توی این بیزنس که در ابتدا متوجه شدم که آموزش‌ها به صورتی هستش که 24 ساعته در اختیار منه. یعنی تایمی که من دخترم خواب بود تازه شروع کردم آموزش‌ها را دیدن و خب خیلی برای من خوب بود که هم میتونستم با دخترم وقت بگذرونم، همین که خب آموزش‌ها را داشته باشم و از همه مهمتر این که منتور عزیز من همیشه شبا با من زوم میذاشت. یعنی با خیال راحت که دخترم خوابه من میومدم و از اطلاعاتشون استفاده میکردم. خیلی به من کمک کرد در شروع و هنوز هم کمکم میکنه همیشه. ازشون ممنونم. اینجاست آیده جون. و دیگه حالا خیلی وقتتون رو نمیگیرم. دوست دارم که نظر نلورین جان رو بدونم. سلام به همگی. من به عنوان دانشجوی PhD که کارم تحقیقاته، اولش خیلی مشغول بودم به این بیزینس و بعد از اینکه همه تحقیقاتم رو کردم و مطمئن شدم که بیزنس درست و خوبیه و قابل انجامه، یه نگرانی که همیشه داشتم این بودش که حالا دیگران میان منو قضاوت میکنن، میگن این همه درس خون بعد رفت سراغ بیزینس، یا اینکه مثلا پس چی شد، مثلا رفتی خان دکتر شدی که بیای بیزینس کنی. ولی بعدش وقتی وارد بیزینس شدم، وقتی که مایندستم و ذهنیتم آماده شد برای این بیزینس، دیدم که خیلی هم اتفاقا شغل خوب و یعنی یک درآمد جانبی خیلی خوب و چیزیه که من خودم حتی باید بهش افتخارم میکنم، چه برسه به اینکه بخوام نگران قضاوت دیگران باشم و اینکه مثلا حالا دیگران راجع به من چی میخوان فکر بکنم. خیلی هم خوشحالم و با افتخار اعلام میکنم که بله من صاحب یک بیزنس آنلاین هستم و خیلی هم برای من پرستیژ داره که من بخوام مثلا به عنوان یک بیزنس اونر خودم رو معرفی بکنم، تا اینکه حالا کار میگردم کار پیدا نمیشه، میخوام کار کارمندی بکنم برم برای یه نفر دیگه کار کنم و اونو ثروتمند کنم. خب چه کاری، من برای خودم کار میکنم و درآمد خودم رو دارم و خیلی هم به این موضوع افتخار میکنم. به نظر من که اصلا نباید نگران حرف مردم بود. یعنی این ذهنیتم این نبوده. قبلا مثل خیلی ها نگران بودم که مثلا فکر فامیل چی میگن، دیگران چی میگن، دوستان چی میگن. ولی الان بعد از خوندن خیلی از کتابا و آمادگی ذهنی به این نتیجه رسیدم که واقعا طرز فکر دیگران نون و سر سفره من نمیاره. این که دیگران چه چیزی راجع به من فکر بکنن یا نکنن یا چه حرفی در مورد من بزنن تاثیر واقعا چندانی تو زندگی من نداره. باید این گوشه من در باشه، اون گوشه من دروازه و برای خودم کار خودم بکنم، چون در نهایت این منم که دارم زندگی خودم رو تغییر میدم و رو به جهت مثبت پیش میبرم. زمانی که من موفق بشم و من پیشرفت کنم، همون آدمایی که پشت سر من حرف میزدن خواهند اومد و از من خواهند پرسید که چه کار کردی و چطور ما میتونیم موفق بشیم. بنابراین بهتون پیشنهاد میکنم حتما این بیزینس رو امتحان کنید و اجازه ندید همچین ترسایی جلوی راهتون رو بگیرید. حالا اجازه میخوام که از آیدا جون خواهش کنم که در مورد
نگرانی های خودشون در قبل از شروع بیزینس صحبت. مرسی عزیزم. واقعا حرفایی که زدیم لورین جان واقعا برای همه ما فکر میکنم آشنا باشه، یعنی فکر نمیکنم کسی باشه که این ترسی که شما گفتی تجربه نکرده باشه. و کلا به سیستم مغز ما کلا همینجوره دیگه. ما وقتی یک تجربه تلخی تو گذشته داریم، یه چیز شبیه اونو که میبینیم بلافاصله مغز میاد میگه نه 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 این نکنه مثل اون باشه، نکنه دوباره همون کار اتفاق بیفته. و متاسفانه ما توی ایران توی سالهای گذشته یک سری سیستم هایی اومدن که غیر قانونی بودن، مثل بیت کوین، و یه سری مردم متاسفانه مال باخته گولد کوست، بیت کوین و این چیزها شدن. یعنی اومدن اعتماد کردن و این سیستم ها رو عضو شدن، پول هایی رو ریختن به حساب یه عده‌ای و بعد معلوم شد که همه اون سیستم ها غیر قانونیه و اون سیستم ها جمع شد. و این واقعا یکی از بزرگترین ترس های من بود وقتی که برای اولین بار شنیدم راجع به این بیزینس، برای که بلافاصله مغز من گفت نه 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 استاپ، الان تو اگه بخوای بکنی این همونه، 2 روز دیگه میان میبرنه، 2 روز دیگه یکی میاد دم در. و این برای من خیلی خیلی واقعا یه ترس بزرگی بود و برای همین اولش که من یه تبلیغ رو دیدم در این زمینه، خب خیلی خوشم اومد، برای که اولین بار به زبان فارسی توی یوتیوب دیدم یه خانمی داره تبلیغ میکنه، خیلی توجهمو جلب کرد. ولی بعد گفتم نه 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 این درست نیست، کشیدم کنار. ولی بعد پیش خودم فکر کردم، یعنی هی دوباره این تبلیغات هی من دیدم و بعد پیش خودم فکر کردم که خب ببین درسته یه اتفاقی در گذشته افتاده، ولی آدم نباید هیچ وقت جلوی شانس خودش رو بگیره، جلوی این که یه کاری رو شروع بکنه رو بگیره، اما نه اینکه همینطوری با تحقیق. رفتم توی پیج اون خانم و واقعا دیدم ویدیوهاشو دیدم و دیدم که خب یه آدم واقعیه. اگر یه آدمی بود که چون همین الانم هستن یه عده‌ای که توی فیسبوک و اینستاگرام میان به شما پیام میدن، بعد یه عکسی رو گذاشتن، فقط یه عکسه، شما اصلا نمیدونی این عکس مثلا همسایه‌اش رو گذاشته، همینطوری سرچ کرده یه عکسی توی اینستاگرام فیسبوک پیدا کرده گذاشته. ولی وقتی میبینی که آدما میان حرف میزنن، زندگیشو داره نشون میده، بچه‌شو داره نشون میده، روزمرگی زندگیشو داره نشون میده، داره دائما حرف میزنه و به خصوص هم توی همین کشورهای خارج از ایران زندگی میکنن. چرا اینو میگم به خصوص؟ به خاطر اینکه ماهایی که مهاجرت کردیم اصلا نمیام کاری رو که انقدر با زحمت انجام دادیم، با زحمت اومدیم خودمون رو تو این کشورها ثابت کردیم، واقعا کار سختیه مهاجرت، خودمون رو تو این کشورها ثابت کردیم، اومدیم یه جایگاهی پیدا کردیم، بعد بیایم وارد یه کاری بشیم یا یه حرفه‌ای رو انجام بدیم که 2 روز دیگه پلیس بیاد دم خونمون بگه بله تشریف بیاریم با ما بریم اداره پلیس. برای همین تحقیق کردم و حرفی هم که ما میزنیم همینه که ترس هاتون رو اولا بهش نگاه بکنید، واقعیته، یعنی همه ترس دارن و این یک چیز طبیعیه، ترس هاتون رو بهش نگاه بکنید و بعد به خودتون اجازه اینو بدین که بیشتر ریسرچ کنین، بیشتر برین تحقیق بکنین و توی الان هم که دنیای اینترنته، توی اینترنت، توی فیسبوک، توی اینستاگرام آدمایی رو که این حرفا رو میزنن فقط با این دید نه اشتباه، دروغ، کلکه بهش نگاه نکنید. این اجازه رو بدین که مغزتون با نمونه‌های موفق، با نمونه‌های جدید و با نمونه‌های درست آشنا بشه و اگر که دیدین مناسبتون هست، خب چرا که نه، اولین قدم رو انجام بدین. اگه یه سری آدما تونستن، آدمای معمولی مثل ما که الان اومدیم از زندگیامون میگیم، واقعا داریم باهاتون از درد دلامون میگیم، اگر که واقعا میبینید که آدما حرفشون درسته، خب این چانس به خودتون بدید، یه امتحان بکنید، قدم اولو بذارید. ما اینجا هستیم که بهتون کمک بکنیم. اگر که دوست دارید که اطلاعات بیشتری بگیرید، شما میتونید توی وبسایت هر کدوم از ماها که توی کامنت براتون میذاریم اسم و ایمیلتون رو وارد بکنید، از طرف ما براتون یک سری ایمیل میاد، یک وبینار رایگان 90 دقیقه‌ای میاد که البته به زبان انگلیسی هست، اما اگرم دوست دارید که به زبان فارسی وبیناری رو نگاه بکنید به ما مسیج بزنید، براتون وبینار فارسی رو هم میفرستیم که ما دوستان فارسی زبان توی این بیزینس درست کردیم، توی اون یه سری اطلاعات به شما داده میشه و اگر دوست داشتید که راجع به نحوهی که چطور این بیزینس انجام میشه، نحوه سرمایه گذاری، کمپانی که ما باهاش کار میکنیم و نحوه پرداخت کمیسیون ها توی این بیزینس بیشتر آشنا بشید، یک دوره آزمایشی 30 روزه ما داریم. $149 آمریکا شما پرداخت میکنید و با اون $149
یک سری ویدیو برای شما فرستاده میشه که تمام این اطلاعات، بیزینس پلن، هر چی که لازمه راجع به این بیزینس بدونید توی اون ویدیوها به شما داده میشه. و خبر خوب اینه که ما داریم اون ویدیوها رو هم به فارسی ترجمه میکنیم برای دوستانی که یکم ممکنه زبان انگلیسی براشون راحت نباشه و اونها رو هم در اختیارتون قرار میدن و از اونجا تصمیم میگیرید که آیا این بیزینس مناسب شما هست یا نه. اگر مناسب بود که قدمتون رو چشم، اگر هم مناسب نبود 30 روز فرصت دارید که به ما ایمیل بزنید و ما حالا ما میگیم 24 ساعت ولی کمتر از 24 ساعت اون $149 آمریکا به حساب شما برگردونده میشه. خیلی هم عالی. تموم میشه. دقیقا همینجوره. واقعا ممنون از این همین که نظراتتون رو گفتید، ترس‌ها و دلهره‌ها رو گفتید و واسه همه ماها عادیه. اتفاقا چند وقت پیش یه عزیزی به من پیام داد گفت چرا همتون یه چیزو دارید میگید، شاید مثلا این استرس رو داشت از نگرانی‌هاش میگفت و من بهش گفتم من کاملا تو رو درک میکنم، ما هم قبل از اینکه مسیر رو شروع کنیم دقیقاً توی نقطه شما بودیم، هیچ مشکلی نیست و همونجوری که آیدا جون گفت اول ببینش، برو نگاش کن، اطلاعات تو کسب کن، آگاهی تو که ببری بالاتر قطعا راحت‌تر میتونی تصمیم بگیری. ما هم اینجا از مثالایی که واقعی توی زندگی خودمون پیش اومده بود گفتیم که ترس و دلهره‌هامون چی بود، ولی اومدیم اینجا و خیلی خوشحالیم که این ریسکو کردیم و قطعا همونجور که ملورین جون گفت هممون شاید از قضاوت شدن، من خودم شخصی بودم که کاملا پرایوت بودم، اصلا کسی عکس بچه‌م هم ندیده بود تا 2 سالگی، اما وقتی اومدم گفتم خب چرا که نه، منم دوست دارم به بقیه نشون بدم، به بقیه بگم این موقعیت انقدر عالیه که میتونه، حالا نمیگم آنچنانی زندگیتون رو تغییر کنه، نه اینا نمیخوام شوآف کنم، ولی واقعیت اینه که من تغییر رو احساس میکنم. مثل تمام این 5 نفری 4 نفری که هستیم، با خودم حساب کردم 5 نفری که هستیم اینجا واقعا این رو پذیرفتیم و میبینیم که چقدر تغییر کردیم. در صورت تمایل همونجوری که آیدا جون گفت به وبسایت‌های ما سر بزنید و با این اسما همچنان توی سوشال مدیا، توی پلتفرم‌ها هستیم، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک. ممنونم که وقت ارزشمندتون رو گذاشتید. هفته دیگه همین ساعت با یه موضوع جالب‌تر میایم. خداحافظ. مرسی از همگی. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ.